بعد از قول عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه او بعد از طلب عمر رضی الله تعالی عنه از عباس رضی الله عنه که دعا بکنه، این حال اینجا اقوال دیگه از علمای سلف است. مثلا علامه ابن ابی العز حنفی رحمه الله چی میگن؟ اینا میگن که و تارة یقول، میگه این قسم هم یک کسی میشونه دعا بکنه که بگه باتباع لرسولك و محبت له و ایمان به و سایر انبیائك و رسولك و تصدیق لهم و نحو ذلك، فهذا من احسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع. این میگه این موضوع را مطرح میکنه و میگه که مثلا متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم، مثلا وقتی که ما و شما متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم، سر ما فرض است یا نیست؟ یعنی ایمان به رسول الله صلی الله علیه و سلم و متابعت از او و محبت ما و ایمان ما به او، به رسول الله صلی الله علیه و سلم و به تمام پیغمبران و رسولها و تصدیق ما به ایمان. اینجا ببینید که وقت توسل با چی هست؟ علامه ابن ابی العز حنفی رحمه الله توسل با ایمان و توسل با اعمال میگن که انسان مثلا متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم چی است؟ اعمال هست. محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم از ایمان است و ایمان به رسول الله صلی الله علیه و سلم و دیگه پیغمبران و رسولها چی است؟ از ایمان است و تصدیق به اینا از ایمان است. پس میگه وقتی انسان اعمال خود و ایمان خود به رسول الله صلی الله علیه و سلم و محبت خود به رسول الله صلی الله علیه و سلم با این توسل میگن که یا الله ما پیغمبرت را متابعت میکنم، یا الله ما به پیغمبرت ایمان دارم، یا الله ما رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست دارم، یا الله ما به تمام پیغمبران ایمان آوردیم و تصدیق کردیم. اینمی ایمان خدا و محبت خدا و تصدیق خدا و متابعت خدا بر تو به این توسل میگرم که یا الله تو چی کنی؟ بر ما مثلا دعا میکنم، طلب از تو میکنم که مثلا چی دعا باشد، چی توسل باشد، چی شفاعت، در کل زیه انسان از الله میخواه. این توسل درست است که انسان ایمان خدا و اعمال خدا، ایمان بر رسول الله صلی الله علیه و و محبت بر رسول الله صلی الله علیه و چون کلش جزء ایمان است. علامه ابن تیمیه رحمه الله چی میگه؟ فإن الله تعالی یحب ان نتوسل الیه بالایمان. میگه الله سبحانه و تعالی دوست داره که ما توسل بکنیم به او بالایمان، اول به ایمان و العمل و دیگه به عمل خود و الصلاة و السلام علی نبیه صلی الله علیه و سلم، دیگه با درود و سلام به رسول الله صلی الله علیه و سلم و محبته، چهارم به محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم و طاعته و به طاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم و موالاته و موالات دوستی رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی با کل از انسان چی میکنه؟ یعنی کل ببینید یکی ذات است، یکی ایمان و محبت و طاعت هست. پس اینجا ای علما میگن که به این کل از اینا انسان توسل میکنه بالایمان و اعمال صالحه و صلات و السلام علی نبیه صلی الله علیه و سلم و محبت صلی الله علیه و سلم و طاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم و موالاتش. همین قسم علامه ابن تیمیه چی میگه؟ میگه و هذا التوسل بالایمان، همین توسلی که با ایمان میشه، میگه بالایمان به و ایمان به رسول الله صلی الله علیه و سلم و توسل به طاعته و توسل به طاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما طاعت از رو میکنیم، میگه فرض علی کل احد باطنا و ظاهرا. میگه این توسل با ایمان به رسول الله صلی الله علیه و سلم و توسل به اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه این فرض است در ظاهر و باطن و فی حیات رسول الله صلی الله علیه و بعد موته. اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده هم باشه، تو میتونی دعا بکنی که به ایمان به رسول الله صلی الله علیه و آوردیم و طاعتش کردیم و حالی که ما و شما مثلا اون صحابه میکردن، حال ما و شما که رسول الله صلی الله علیه و از این دنیا رحلت کردن، بعد از مرگش هم میتونیم توسل به ایمان به رسول الله صلی الله علیه و سلم و اطاعتش بکنیم. فی مشهده و مغیبه، در حضور رسول الله صلی الله علیه و در غیابش. لا يسقط التوسل بالایمان به و بطاعته عن احد من الخلق. میگه توسل به ایمان و به طاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم ساقط نمیشه از هیچ از مخلوقات فی حال من الاحوال بعد القيام الحجة علیه ولا بعذر من الاعذار. بعد از اینکه قیام حجت بالای شد و به هیچ عذر هم نمیشه. خب
ولا طریق و هیچ رای میگه نیست الی کرامت الله و رحمته و النجات من هوانه و عذابه. میگه هیچ رای برای حصول کرم الله و رحمت الله و نجات از عذاب الله مگر به چی؟ به توسل به ایمان به رسول الله صلی الله علیه و به طاعتش. ما توسل میکنیم به اینکه یا الله ما به رسول الله صلی الله علیه و ایمان آوردیم، یا الله ما به رسول الله صلی الله علیه و محبت دارم، یا الله به رسول الله صلی الله علیه و موالات میکنیم، یا الله ما رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت میکنیم. امی ایمان خدا و محبت خدا و طاعت خدا از رسول الله صلی الله علیه و برای تو چی میسازم؟ برای تو وسیله میسازم که یا الله سر ما رحم بکنی. این توسل درست است. علامه آلوسی که تفسیر روح المعانی هست، یکی از علمای احناف هست، این چی میگه در مورد توسل؟ چی میگه؟ میگه واستدل بعض الناس بهذه الآیه. میگه بعضی مردما به این آیت استدلال میکنن که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. میگه بعضی از مردما هستن که خود حنفی میگن و باز به این استدلال میکنن، یعنی این عالم خودش حنفی هست، او کسایی که حنفی نیستن خود به دروغ حنفی میگن، آله علامه غلطی هایشان بیان میکنن. و میگه که بعضی از مردمه که اینا چی میگن به این آیت شریف که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، به این آیت شریف اینا استدلال میکنن علی مشروعیت الاستغاثه بالصالحین. میگه یا چی میگن؟ به این استدلال میکنن که مشروعیت استغاثه یعنی طلب کمک در حال سختی باش از صالحین و جعلهم وسیله بین الله تعالی و بین العباد، و اینا را میگردن وسیله بین خود، یعنی همین صالحین اولیاء الله را چی میگن؟ میگه ما با اولیاء استغاثه میکنیم و ما بین خود و بین الله این اولیاء الله را وسیله قرار میدیم. علامه آلوسی که عالم بزرگ حنفی است، مفسر قرآن است، تفسیر روح المعانی را نوشته کرده. در امی آیت شریف در زیر آیت 35 سوره مائده اهمیت به تفصیل بیان میکنن. من خلاصه‌اش براتون بیان میکنم که ببینید که نظر علمای احناف قبلا مثلا عالم حنفی ابن ابی العز حنفی بود، او رو براتون گفتم، از روح المعانی رو براتون میگم. این عالم میگه بعضی مردم همین آیت استدلال میکنن و میگه که ما با اولیاء الله و صالحین چی میگیم؟ استغاثه میکنیم، میریم به قبرش مثلا برازو در حالت سختی از او استغاثه میکنیم، یا او رو بین خود و بین الله واسطه قرار میدیم. والقسم علی الله بها، یا با الله قسم میگیم یا الله تو رو به این ولی، تو رو به این شخص، تو رو به این دوست قسم میتم. به این میگه دلال میکنه، میگه وقتشون بگید چرا این کارو میکنین؟ خب کار ناروا هست، نادرست است، چرا این کارو میگن؟ همین آیت میگه استدلال میکن، مثل که بگی اللهم انا نقسم علیک بفلان ان تعطینا کذا، میگن که یا الله ما بر تو قسم میکنیم، قسم تو را میتیم که به این شخص که بر ما فلانی چیز بدیم. و منهم من یقول للغائب او المیت من عباد الله تعالی صالحین، میگه بعضی برای یک کسی که غایب است یا فوت کرده است از بنده های صالح از اولیاء الله، بر از او مرده یا نیست، برای چی میگه یا فلان او شیخ تو مردی یا نیستی، ادعو الله تعالی لیرزقنی کذا و کذا، او مرده است یا نیست، فوت کرده رفته از این دنیا در عالم برزخ است، و یا هم در جای بسیار دور است، این شخص میخواد از او دعا میکنه. خوی بدعت ها در وقت این عالم رواج پیدا کرده بود، عالی کل زیر رد میکنه، میگه این کسایی و یزعمون سعی کن، میگه این کسایی که کارا را میکنن که استغاثه میکنه به صالحا به اولیاء الله و اینا را بین خود و بین الله واسطه قرار میده و بین بنده و بین الله اینا را واسطه قرار میده، یا بین قسم میده برای الله، یا مثلا اونا غایب هستن یا مرده هستن، از اونا چی میکنن؟ میخواین که براشان دعا بکنن. میگه کل از اینا چی هستی؟ چند مشکل از ذکر کرد. میگه و یزعمون، باز این مردم میگه گمان میکنن ان ذلک من باب ابتغاء الوسیله، باز میگن این خو از وسیله است، این الله گفته که ابتغاء الوسیله هست. و یرون عن النبی صلی الله علیه و سلم، این آیت هم میگیرن و باز میگه از پیغمبر یک چیز هم یک روایت میکنن، روایت دروغی. چی میگن؟ اذا اعیتکم الامور، وقتی که در مشکلات در شما در سختی ها مبتلا شدن، فعلیکم به اهل القبور، میگه یعنی پیغمبر گفته که برین شما پیش اهل قبر، برین به زیارت، برین به قبرستان، برین به پیش اولیاء الله، او فاستغیثوا به اهل القبور، یا استغاثه به اهل القبور بکنین. علی علامه
شهاب الدین محمود ابن عبدالله حسینی آلوسی در تفسیرش چی میگن؟ وقتی که کل دلایل از اینا رو ذکر کرد که اینا این کارا رو میکنن، عالی سخن چی است؟ میگه و کل ذلک بعید عن الحق بمراحل. میگه کل اعمال از اینا که است، میگه ای از حق بسیار فاصله داره، کلش باطل است، از حق بسیار دور است، حدیثش ضعیف است و این آیت قرآن به این چیزی که اینا میگن دلالت نمیکنه. این قول کی هستن؟ قول علامه آلوسی هست. و باز علامه آلوسی چی میگه؟ گفت که کلش بعید عن الحق بمراحل است. و تحقیق الکلام، آل علامه آلوسی چی میگه اضافه؟ به خاطر که خوب موضوع درک شد، موضوع اعتقادی هست، بسیاری کسا در این راستا به گمراهی رفتن و در این حساب امت اسلام بسیار اختلافات ایجاد کردن. آلی میگه که میخواد که موضوع را فیصله بکنه، میگه و تحقیق الکلام فی هذا المقام، میگه تحقیق کلام در این مقام چی است؟ ان الاستغاثه بمخلوق، استغاثه کردن به مخلوق، و جعله وسیله، و این مخلوق وسیله گشتانیدن، به معنی طلب الدعاء منه، به معنای ای که از او طلب دعا بکنی، لا شک فی جوازیه، به این شک نیست که از این مخلوق تو طلب دعا بکنی، ان کان المطلوب منه حیا، به شرطی که همون شخصی که از او تو طلب میکنی او زنده باشه. چی باشه؟ زنده باشه. بگم ما استغاثه میشه بری پیش یک مخلوق در سختی و مشکلات هستی و میری برش میگی که برای من دعا بکن، لکن این کان المطلوب منه حیا، به شرطی که این شخص چی باشه؟ زنده باشه، پیغمبر زنده باشه، ولی زنده باشه، نبی زنده باشه، پدرت زنده باشه، مادرت زنده باشه، کدام عالم زنده باشه، کدام مؤمن موحد زنده باشه، هر کسی که باشه بری پیش از او، از پیش از او برش بگی که برای من دعا بکن. میگه دیگه هیچ کس اختلاف نداره. اما اگر مرده باشه باز این نیست. چرا گفته؟ این شرط گذاشته که چی باشه. اما یک سخن علوسی است، من براتون ترجمه میکنم، متن عربیش میخوام ترجمه میکنم که خوب دقیق فهمیده شود. اما اذا كان المطلوب منه میتا، اما میگه او کسی که تو از او طلب میکنی مرده باشه، مرده باشه، فوت کرده باشه، یعنی در عالم زندگی دنیایی نباشه، در عالم برزخ باشه. در عالم برزخ که بود او به نزد ما و شما مرده هست، شهید باشه، ولی باشه، نبی باشه، او چی هسته؟ او در جمله مرده است. کل من علیها فان انک میت و انهم میتون. الله و رسول الله صلی الله علیه و آله گفته که تو میموری و اینا هم میمرن. چه قسم میمرن؟ به اسباب زندگی دنیا میمرن، اما در عالم برزخ زنده هستن. عالی عالم چی میگه؟ اما اذا كان المطلوب منه میتا، اما او کسی که تو از او طلب میکنی که بر تو دعا بکنه، او چی هست؟ او میت باشه، یعنی مرده باشه، از این دنیا رفته باشه، او غایبا، یا انسان هست ولی الله هست اینجا نیست، پیش روی تو دور از غایب از شهر دیگه هست، فلا تسریب عالم، فلا یستریب عالم انه غیر جاز. میگه هیچ عالم ربانی میگه در این شک نمیکنه که جایز نیست، و انه من البدع، و این از جمله بدعت ها هست. حالا این میگه پای که از علمای احناف است. وقتی که برای دیگه دوستا بگوین، باز بعضی کسایی که در بدعت مبتلا هستن و در این مسائل مبتلا هستن، بازی رو چی میکنن؟ فوراً به خاطر که معامی بیچاره را بازی بتن، باز میگه این خو سخنای وهابی است، این خو وهابی گپ میزنه، این خو بدعت که میگه این خو وهابی ها میگن. خب عالی اینجا خو علامه علوسی خو وهابی نیست، محمد ابن عبدالوهاب و چندین سال بعد از این خو علامه علوسی هست، تفسیر خود این میگه مفسر است و حنفی هست. این میگه که اما اذا كان المطلوب منه میتا، اگر مرده باشه و غایب باشه، فلا یستریب عالم، شک نمیکنه هیچ عالم انه غیر جائز، که این جائز نیست، و انه من البدع التي لم يفعلها احد من السلف. میگه ای از جمله بدعت است که هیچ کسی از سلف، یعنی صحابه و تابعین و تابع تابعین، اینا ای کار نکردن. نه امام شافعی کرده، نه امام ابو حنیفه کرده، نه امام مالک کرده، نه امام احمد ابن حنبل کرده، نه صحابه کرده، نه تابعین، نه تابع تابعین، هیچ کدام از یا نکرده. این شهادت امی عالم است. این اگر شما مراجعه بکنین در امی آیت شریفی که من پیشتر براتون گفتم، در زیر آیت شریف تقریبا چند صفحه ذکر میکنه.
و علامه الوسی چی میگه؟ ولم یرد عن احد من الصحابه. ببینید یک موضوع اعتقادی که باشه یک عالم او را خوب تشریح میکنن، توضیح میکنن تا که کسی که تفسیر زیر میخوانه در غلطی در این راستا قرار نگیرن. چون در عصر ازی بعضی بدعتکارا پیدا شده بودن، امی کارا میکردن بین خود و بین الله، مثلا اولیاء الله را و صالحین و قبرها را و یا زندهشان اینا را در بین خود واسطه قرار میدادن، از مرده طلب دعا میکردن، به مرده استغاثه میکردن، به زیارت ها و قبرها میرفتن. اینا علامه الوسی این مفصل تشریح میکنه. اگر ولی هست، مؤمن هست، هر مؤمن دوست الله هست، هر مؤمن هست برش میگه برای ما دعا بکن، هر کسی که باشه برش میگه دعا بکن، پس این درست است. اما میگه اگر مرده باشه و یا این غایب باشه تو از اون میخوای که برای دعا بکنه یا استغاثه برازی بکنی یا او رو واسطه بین خود قرار بدی، اینال بین خود و بین الله قرار بدی. علامه الوسی چی میگه؟ میگه ولم یرد، میگه وارد نشده عن احد من الصحابه، از یکی از صحابه، و هم احرس الخلق على كل خیر. میگه صحابه خو مردمای عادی نبودن، حریص‌ترین مردم به خیر بودن. میگه هیچ از اون صحابه که حریص‌ترین مردم در خیر و نیکی بودن، میگه از اونا لم يرد عن احد من الصحابه وهم احرس الخلق على كل خیر انه طلب من میت شیئا، که اونا از کدام مرده وفات شدگی چیزی طلب کرده باشن، یعنی خواسته باشن از ابراهیم علیه السلام یا از موسی علیه السلام یا از عیسی علیه السلام یا از رسول الله صلی الله علیه و آله از رحلتش یا از دیگه صحابه که رحلت کردن، کلشون اولیاء الله بودن، از اونا کسی طلب کرده باشد. ولم یرد عنهم، همچنان میگه این هم وارد نشده بود که از استقبال القبر الشریف عند الدعاء، این هم میگه از صحابه و تابعین از سلف، این هم میگه از اونا از صحابه که احرس خلق الله بودن، میگه این هم ثابت نشده که اینا در وقتی که پیش قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم میرفتن که روی خدا به طرف قبر کرده باشن در وقت دعا. در وقت دعا هیچ صحابی روی خدا طرف قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم نکرده، بلکه روی خدا به طرف چی کرده؟ به طرف قبله کرده. یا قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در طرف دست راستش بوده یا طرف دست چپش بوده، روی خدا به کدام طرف کرده؟ به طرف قبله کرده. خب عالم میگه حتی در قسمت ازی که اگر ما سلام میتیم در پیش قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چون وقتی پیش قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام میتیم، همین سلام دادن میگه در اینجا میگه حتی در این ائمه اختلاف کردن که آیا در وقتی که ما سلام میتیم به رسول الله صلی الله علیه و سلم روی خود طرف قبر پیغمبر بگیریم، حتی در این بعضیا گفته که روی خود طرف قبله بگیر، روی خود طرف قبله بگیر و طرف از دین نگیر. فعن ابی حنیفه رحمه الله تعالی، این قول علامه الوسی است، میگه امام ابو حنیفه رحمه الله میگه که انه لا یستقبل، این که استقبال نمیشه قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بل یستدبر، بلکه قبر پیغمبر به عقب گذاشته میشه، و یستقبل القبله، دوادی سلام هم به قول علمای احناف، کسایی که پیروی از امام ابو حنیفه میکنن، میگه امام ابو حنیفه میگه حتی در وقت سلام هم باید چی باشه؟ این شد مذهب حنفی که روی کدام طرف باشه؟ به طرف قبله باشه. در دعا خود روی خود باید به طرف قبله باشه، حتی در وادی که سلام میتی هم باید روی به طرف قبله باشه. و قال بعضهم، لکن بعضی از علما میگن که یستقبل وقت السلام، در وقت سلام میتونی روی به طرف قبل بگیری، و تستقبل القبلة و یستدبر وقت دعا، لکن روی در طرف قبله میکنی و پشت در وقت دعا به طرف قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم. این کلش سخنایی کی بود؟ سخنای علامه آلوسی بود که اینا چی میکنن درباره امی وابتغوا الیه الوسیله، دمی آیت شریف اینا تشریح کردن. خب این کلش اقوال از اینا بسیار زیاد بود که من خدمتتان بیان کردم. دیگه از علما، مثلا یکی از علما که یک کتاب نوشته کرده که قاعده جلیله فی التوسل و الوسیله، این کتاب ابن تیمیه را شرح کرده به نام ناصر عقل. این دکتر ناصر عقل چی میگه؟ فالتوسل به فی الدنیا و هو میت، فالتوسل به فی الدنیا و هو میت ممنوع. میگه توسل کردن به پیغمبر صلی الله علیه و در دنیا، که ما و شما به پیغمبر در دنیا توسل بکنیم در حالی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فوت کردن، این میگه ممنوع، قطعا ممنوع هست. فانه صلی الله علیه و سلم بعد ما مات
میگه رسول الله صلی بعد از اینکه وفات کرد انقطع التوسل به، توسل به این قطع شد. ولا یجوز، جایز نیست دعاؤه، که ما بگوییم که مثلا از به او مثلا به طرف از او دعا بکنیم، دست دعا به در بالا. ولا یجوز نداؤه، این هم اجازه نیست که ما بگیم ای رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما رحم بکن، یا سر ملت ما رحم بکن، یا مشکلات ما را بکن، چون رسول الله هم از این دنیا رفته. میگه این هم جایز نیست. فمن الشرک، میگه از جمله شرک است صرف ای نوع من انواع العبادت له، هر عبادتی که به پیغمبر بکنی این شرک است. و دعاه و نحو ذلك، چی دعا باشه و چی دیگه عبادت ها باشه. فهذا فی الدنیا، این در دنیا است. اما توسل به و هو میت، یعنی یوم القیامه، بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم از این دنیا رفته و توسل در روز قیامت که به نام شفاعت عظما هست، باز او در روز قیامت فهذا یقر له بشروطه، این بر اون اقرار میشه با همون شروطی که در اونجا هست، که یعنی شفاعتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز قیامت میکنن، شفاعت کبرا هست، شفاعت صغرا هست، شفاعت برای گناهکارا هست، شفاعت برای امتش، برای زنا گناهکارای امتش یاد میکنه یا هستن. این حال این اقوال علما بود درباره توسل. این حال بسیاری کسا و بسیاری از روایات مثلا احادیث ساختگی، سخنهای موضوعی ساختگی و ضعیفه که اونا در عقیده گرفته نمیشه. بعضی کسا، ما یک کتاب کس برای ما یک وقت آورد 70 حدیث ذکر کرده بود، کلش وقتی که سائل میکردیم کلش ضعیف. وقتی که انسان حال خو مکتبی شامله هست، حالا تخریج احادیث است، هر کدامش که میکشی میگن که حدیث ضعیف است، موضوع هست، کذب علی النبی صلی الله علیه و سلم، کذب علی النبی صلی الله علیه و سلم. بسیاری کسا سر پیغمبر دروغ گفتن، سر صحابه دروغ گفتن، سر امام ابو حنیفه، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، دیگه علما رحمهم الله سر از اینا دروغ میگن و احادیث ضعیف و دروغی را در راستا ذکر میکنن. لکن انسان مسلمان کس و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من کذب علی متعمدا، کسی که قصدن بفهمه که حدیث دروغ است و این باز ترویج میکنن، من کذب علی متعمدا، کسی که قصدن دروغ میگه، فلیتبوأ مقعده من النار. بسیار خطرناک از دوستا فکرتان باشه که در این راستا احادیث موضوعی و دروغی را روایت کردن و به رسول الله صلی الله علیه و نسبت دادن، این دیگه باز در قول رسول الله صلی الله علیه و داخل میشه و انسان میگه که من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، میگه این جایگاه خدا آتش دوزخ بسازه. الله متعال همه ما و شما را توفیق نصیب بکنه که کار بکنیم که مطابق قرآن و سنت باشه و مطابق شریعت الهی باشه و در او سعادت دنیا و آخرت نصیب ما و شما شه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.